شاخص تخت بیمارستانی در استان حدود 2 متره، 1.2 تا 2 متره، اما تو چابهار ما نیمه. در واقع محرومیت توی منطقه خیلی زیاده، خصوصا تو حوزه بهداشت و درمان. شروع کنیم گو الله پاکی ناما که کل کائنات پادشاهین. سلام، درود و درابات پگندوکان پایگاه تلرسانی معیار جله. مروچی ما را یک واجه ابرات مهمانی، یه واجه ابرات فوریت های پزشکی کارشناس هستیم و لوٹین گوشیا در رابطه گو امی اوزه که بهداشت و فوریت های پزشکی هستیم گپو تران بکنیم. واجه سلام علیکم و شاتگی می برنامه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت تمام مردم شریف استان پهناور سیستان و بلوچستان و همچنین مردم عزیز، مهمان نواز و دوست داشتنی شهر 4 فصل بهار چابهار و خدمت شما سرکار خانم دهقانی از بانوان فعال و از خبرنگاران خوب منطقه که ای در واقع درد شما وجود تو که هستین که در رابطه با مشکلات جامعه بننده و مردم ها و فعالین و مسئولین گپوتران بکنه، مطالبه بکنه. واجه و تارا پامی گندوکان پایگاه تلرسانی معیار جلگا معرفی بکنید و بگوشید چه کار و کشتزاری در رابطه با بهداشت کتگو در این رابطه گشتر پا ما را بگوشید. خدمت بینندگان عرض کنم، من عرفان ساده، فعال سیاسی اجتماعی و کارشناس فوریت های پزشکی از در واقع بومی های شهرستان چابهارم. همانطور که زانه در منطقه ما در گشتر در جنوب استان سیستان و بلوچستان نیروهای تحصیل کرده بومی در حوزه بهداشت و درمان باز کمه و بنده هم در واقع یکی چه نیروهای بومی هستند که تو این زمینه تو که تحصیل کتا و شکر خدا الان اتفاقات و شر اتفاقات کبتا که ما گندگین کم کم در واقع نیروهای بومی رشد کنگایم و تو این حرفه و تو این حوزه تو که در واقع قدم گیر کنگایم و این یک باز خوشحالی و وشی خبری. شهرستان چابهارم در واقع یکی از شهرستان‌های مرزی و در واقع محرومیت توی منطقه خیلی زیاده، خصوصا تو حوزه بهداشت و درمان. شما گوشین که تو هر کاری تو که تو اشتباه بکنه باز دوباره ریا کار تو که درست بیته. یعنی تو حوزه درمان همچین چیزی خطا تو حوزه درمان معنی نداری. هر خطای برابر با جان انسانه و در واقع به خاطر همین که مشکلات حوزه بهداشت و درمان، خصوصا درمان گشتر به چشم وارده. مثلا آقا فلان مریض تو فلان بیمارستان این اتفاق کرد، فلان واسه مادر باردار فلان اتفاق کرد که در واقع کار خطا تو درمان بخشودنی نه. و ما باید این چوتا رو آماده بکنه و در واقع زمین سازی شهر بکنه که حداقل توی حوزه بهداشت و درمان مردم آسیب نگیرن. چالش هایی که ما را در حوزه بهداشت و درمان در شهرستان چابهار هستیم، ما در همه بوده ها در شهر دچار مشکل. مثلا شاخص تخت بیمارستانی در استان حدود 2 متره، 1.2 تا 2 متره، اما تو چابهار ما نیمه، 5 دامه. یعنی ما خیلی با فاصله داره و صحبتی که بارها بیتا، یعنی بیمارستان امام علی چابهار در واقع از راسک تا جاسکو داری پوشش ده. یعنی تو منطقه ما همین یک بیمارستانی که کل مریض های نیازمند محدود جغرافیایی در واقع مراجعه کنه به بیمارستان چابهار. بیمارستان چابهار باید در واقع هم تخت گشتر ببنده، هم در واقع 2 تا بیمارستان تو شهرهای همجوار افتتاح ببینید که حداقل مشکل درمان حل ببینید. شزانه که هرچی تعداد مراجعه کننده به یک مرکز گشتر ببینید، خب کیفیت خدمات که پایین و بیمارستان جوابگوی مردم نه. مثلا علامات تو بیمار بدحالی که مثلا بالفرض مثال از در واقع دشتیاری یا از مرز ریمدان از روستای محدود به لوت اعزام بکنه یا از خود شهرستان سرباز به لوت اعزام بکنه به چابهار، حداقل 3 ساعت و نیم زمان وارده و مریضی که اورژانسی نیاز به خدمات پزشکی به صورت اورژانسی هستن، خب آیا سلامتی تهدید بیته. یا حتی توی بیمارستان ما در حوزه بود نیروی انسانی
بلوچسه مدیر داخلی بیمارستان گفته که بیمارستان چابهار فقط با 6 تا منشی بخش داری در واقع رصد میتونه کار انجام بده. منشی بخش کار اساسی داری انجام داده، پایش بیمارا، ثبت اطلاعات. خلاصه خبرش این که در واقع نیروی انسانی در بیمارستان چابهار خیلی کم بوده است و بحران مواجهه و این که مسافت‌های طولانی و نبود بیمارستان بزرگتر در شهرستان‌های همجوار این تمام دست به دست هم داده که این مشکل گشتر و گشتر ببینه و راهکارش این که ما چه این بحران در بیایم. البته نظر شخصی منش که ما باید تو آموزش سرمایه گذاری بکنیم. ما در سالیان قبل تو شهرستان چابهار در واقع یک دندان پزشکی و پزشکی بین‌الملل رو داشتیم. ایدا در واقع دانشجوهای پزشکی و دندان پزشکی در حال وانگتن. تو شهری دوکا دانشگاه بیبیتین آشار مطمئنا رشد کنته، دانشجوهای پزشکی بیتین در واقع رشد کنته و بیمارستان تبدیل به بیمارستان آموزشی بیتین. واجه شما رشته تخصص شما فعالیت‌های پزشکی هستین، شما دیدم که این رشته و این کاروبار رو چطور گشتر گذاشتن؟ خب رشته فوریت‌های پزشکی همانطور که زانه تنها رشته‌ای که در واقع ارتباط خیلی مستقیمی با مردم هستن و در واقع اولین نفری که در موقع بحران، در موقع بیماری و مشکل، جایی که انسان جان در خطر توکه مردمانی لوگ تو کار روتین و آیا گندونند کنته و آیانی سلامتی واسه تلاش کنته. این رشته یک رشته خیلی مهمه و توی ایران ما، توی منطقه ما زیاد اهمیت ندیدن به این رشته، اما تو کشورهای در واقع خارج، کشورهای پیشرفته، از نیروهای فوریت‌های پزشکی در واقع اندازه یک پزشکشان اطلاعات و آگاهی بازی و اهمیت دهنده، چون برای عقیده کسی که اولین تماس با بیمار هست این نیروی و شاید کاری که نیروی فوریت پزشکی برای بیمار نیازمند بکنه که چون زمان تو بحث در واقع بحران مشکلات و تصادفات و بیماری ها مهمه، چون اولی کسی که با آیه تماس پیدا کنه حتی عمل کردی شاید از پزشک متخصصا بالاتر ببیته. الحمدلله تو منطقه ما در واقع با کارهایی که انجام میده و نگاههایی که داشته خصوصا مجموعه علوم پزشکی ایرانشهر اتفاقات خوبی صورت گرفته و نیروهای بومی جذبی تا نیروهای بومی تحصیل کرده و اینکه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر که از دانشگاهی که رشته فوریت‌های پزشکی بوده برقراره و در واقع هر سال نیرو تربیت کن و به حوزه دیم داده. هدفش اینه که توجه بیشتر به رشته ببینیم، خصوصا تو منطقه چابهار. بالفرض مثال یکی از مشکلاتی که ما رو تو چابهار هستیم، چابهار با این همه عظمت و دریای عمان که در واقع همه نگاه‌ها به چابهار چون محور توسعه و دروازه اقتصاد سجل نگاه به چابهار تو کنیم. ما تو چابهار انگار اورژانس دریایی نداره. خیلی از عزیزان ما خصوصا در ایام تعطیلات در عید نوروز مسافرین گردشگران که کانن در دریای دوکا حالا به دلیل عدم آگاهی یا اینکه منطقه در واقع شرعی سرفجانی هرند یا به هر اتفاق داخل دریا غرق بینته و یکی از نیازهای اصلیه که حتما باید یک پایگاه اورژانس دریایی انجام ببینه. و در واقع مشکل دیگه داریم ما تو قسمت اورژانس هوایی. متاسفانه توی چابهار ما اورژانس هوایی نداره. دانه تو مناطق مرزی اکثر مناطق‌های ما صعب العبورن، یعنی راهی نداری که در واقع به صورت زمینی او سفر بکنه یا مسافت طولانیه و چون که مراکز تخصصی ما را نیستن. اورژانس هوایی یکی از نیازهای اصلی شهری که در حال پیشرفته باید به فکر سلامت مردمان بره و وقتی که همه نگاه‌ها متمرکز به چابهار حتما به بوده‌های در واقع اورژانس بیمارستانی بیشتر توجه کنند ببینید. و در واقع پایگاه‌هایی که افتتاح بیت الان در سالیان اخیر در واقع یک مقدار چه در واقع مشکلاتی برطرف کردن و باز هم نیاز هست پایگاه‌های بیشتری افتتاح بیت. مثلا تو خود شهر چابهار تو منطقه محدوده منطقه آزاد، روستاهای تیز، ابکان و این منطقه فقط ما یک آمبولانس فعالی هست. خب در واقع جوابگوی حجم این همه نیازمند، این همه تماسایی که به در واقع مرکز دیسپچ اورژانس هستن جوابگو نه. وقتی که آمبولانس با تأخیر برسیده خب جان آفر در خطره
و وقتی که آمبولانس پایگاه منطقه آزاد ما مثلا بالفرض تو منطقه درگیری ببینی شاید یه حادثه تو تیس بکپی یا شاید تو جاهای نقاط دیگه داخل شهر بکپی، خب نتونیشن پوشش بده. به هر حال نیاز هستین این منطقه پر جمعیت که جمعیتی هر سال رو به افزونیشن واسه فکری کنه ببین، خصوصا تو منطقه در واقع میرآباد و مرادآباد و در واقع حوزه ساحلی نگاه توجه بیشتر باید ببینید. آمبولانسی که موجود فلسطین یک کد رمینه که تا محور تا بریس هم پوشش داده و او جاده ساحلی در واقع حالا ما همه شما زانی جاده استاندارد نه و خیلی از حوادث ترافیکی بوده اتفاق افتاده و علاوه بر این مشکلاتی که هستن توصیه که منو به جوانان شهر چابهار خصوصا موتور سواران هستن رعایت بکنن پروتکل های در واقع بهداشتی و حتی راهنمایی و رانندگیشان رعایت بکنن که چون ما شاهد هیچ حادثه ناگواری ما بین ما بارها گنده جوانان 15-16 ساله که با موتور به اصطلاح ما کنن تخچرخ جننده و در واقع سرعت غیر مجاز حرکت کنند اتفاقات ناگواری که پیششان تو که خیلی از خانواده ها داغدار کنند و اتفاق خیلی بده. ما را خواهشی که هستیم از در واقع جوانان خصوصا جوانان که این موضوع در بحث رانندگیشان رعایت بکنند که انشالله حادثه در واقع اتفاق مکپید. واجه منتوار باز شما را که یادتام برنامه متشکر باز شما و شما همکارم و پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. شما مهرانی منتوار که گو پایگاه اطلاع رسانی معیارجل و رو همراه بودگه الله معیار رو باوت باتید.